شکرانه به مادر و وطن باید کرد، هم سجده به قبله سخن باید کرد. درود بینندگان عزیز، با امید سرسبزی وطن عزیزمان تاجیکستان برنامه نوبتی ادب و استقلال را تقدیمتان خواهیم داشت. محمد حجازی فرموده که سخن داشته باش دلپذیر یا دل داشته باش سخن پذیر. امروز ادیب جوان دلارام چاریه و با سخنهای دلپذیر و همچنین دل سخنپذیر خیش مهمان برنامه ما هستند. شما را به صدای تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید میگیم. دلارام چوریه و 23 فوریه سال 1994 در اویله زیایی به دنیا آمده است. سال 2012 لیسه دولتی ناحیه همدانی را با مدال طلا ختم میکند و همان سال طبق کوتای پرزیدنتی به فاکولته طبی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل می شود. دلارام حالا در کورس پنجم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل می کند. او از آوان مکتبخانه به ایجاد شعر مشغول می شود. شعرهایش در روزنامه‌های زنگوله، چشمه، جوانان تاجیکستان، وارثان سینا، ادبیات و صنعت، در مجله‌های مکتب، فیروزه، صدای شرق نشر شدند. دلارام دوستدار ادبیات و شیفته زبان و شعری دری است. او در آزمون‌های گوناگون جمهوری اشتراک کرده، سزاوار جایهای نمایان و مدال طلا گشته است. ساحل خیال نخستین مجموعه شعرهای دلارام چاریه می باشد. میخواستیم با یک شعر زیبای شما برنامه خود را آغاز کنیم. در جا نماز استقلال نماز وحدت را میخوانم، تسبیح عشق میگردانم. ای میهنم ناکسم بخوان، گر زمان من نمازت را قضا کنم. آفرین، بهترین است. بینندگان عزیز، ساحل خیال این نخستین مجموعه شاعره جوان و با استعداد دلارام چاریه است. با چی خاطر نام مجموعه اولین خود را ساحل خیال گذاشتید و این کتاب کی نشر شد؟ چون همگان میدانیم ما در 25مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار داشتیم و این جشن را همگان با یک مهر و محبت خاصه جشن گرفتند و من همچون یک شاعره جوان کوشش کردم که کمی هم باشد در این جشن خیلی هم صمیمی و مبارک سهم خود را گذاشته باشم. اولین شده کتاب ساحل خیال سال 2016 ماه سپتامبر در مطبعه دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان. البته این کتاب به دستگیری رکتور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا دکتر علم‌های طب پروفسور گلزاده محمدشاه قربانعلی به چاپ برآمده است. این ساحل خیال نام گذاشتن این کتاب در آن است که اصلا من در اویله زیایی تولد شدم، باعث خوشنودی منم است و پدری من نیز ایجادکار است و رسام است. عادتا ما در خانه خیلی یک فضای عاشقانه و آسایش داریم. پدری من در حوله خانه دائما رسم میکشد و چون ما کوشش کردیم که کتاب رو نشر نماییم، من راستی نام کتاب رو انتخاب نکرده بودم. ما کتاب رو آماده کردیم و فکر کردیم برای نام گذاشتن این کتاب. بعدا در خواب خود دیدم که در نزد ساحل همراه پدر خود رسم میکشم و از خواب چون به هیجان از خواب خستم ساحل ساحل گفتم، یک احساسات بشاید نمیدونم چی بود مرا خیلی تکان داد. بعدا ساحل خیال ساحل خیال و نام کتاب رو ساحل خیال گذاشته. خب یعنی که نام کتاب رو در خواب دیدید؟ البته. و این رسم زیبا رو پدر شما کشیدن هم خیلی است؟ بله. بسیار زیباست و به هم موافقند. خوب تشکر میگیم و در این کتاب بسیار هم صفتاً زیبا و هم مضموناً زیبا بسیار شعرهای نو با اصطلاح مدرن هست. دلارام میگویند که سرمازده فصل هجرانم، شکفتن سرسبز بودن خاص من نیست. و در جای دیگر ایا میهن کنم تا کوچه تار تو را روشن، دلم همچون چراغ کوچه می سوزد. بسیار زیبا است و ما در این جودا موفقیت میخواهیم. خب ادامه سوال ها. زیبایی منبع الهام ایجادکاران است. از این جاست که بیشتری
مضمون و غایه آفریده‌های ایجادکاران رو ترغیب زیبایی و زیبایی پرستی تشکیل می‌دهد. شما که طی چند سال است در شهر دوشنبه عزیز اقامت می‌کنید، واقعا امروز شهر دوشنبه رو اگر هم با چشم دل نگاه کنیم و هم با چشم سر بسیار زیبا و شکوفان شده است. آیا بار این زیبایی‌های دوشنبه شهر شما را الهام بخشیده است و شما برای این میهن زیبا چیزی گفته اید؟ البته در وصف وطن، تصویر وطن اونقدر بزرگ است، اونقدر به‌بها است که شاعرها حتی در این عاجزند. بله، چون ما نوقلم هستیم، قدم های اولین خود در راه سخن، در جدای سخن میگذاریم. البته از با وطن سخن گفتیم، تصویر وطن را کردیم، اما من در باره راستی در باره وصف شهر دوشنبه غزلگونه نوشته بودم که چنین است: دوشنبه هم بهشت است و خوشا حسن جوان دارد، بهاری بی خزان و چشمه و رود روان دارد، منم بس مبتلا و عاشق شیدای یکتایش، ببین این گوشه فردوس صدها داستان دارد، گرفته در کنارش عینی و فردوسی و سینا که در تخت بلند اسماعیل سامانیان دارد. الا ای شهر سبز دل، شکوفان باش، گلفشان باش، تو را از چشم بدبینان خداوند در امان دارد. بگذار که در چشم بدبینان در امان باشد پایتخت ما. واقعا امروز دوشنبه شهر به ایجادکاران هم الهام میبخشد و هم به کل ساکنانش سرور میبخشد و این شعر شما نیز بسیار برای دوشنبه که گفته اید ارزنده و زیبنده است. خب شاعر فرموده که سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، عمرها باید که تا یک کودک از روی طبع عالم گردد نمایان شاعر شیرین سخن. روشن است که به راهنمایی کسی در جاده ایجاد موفق شدن غیر امکان است. می گفتید که راهنمای شما در این راه پرپیچ و تاب کیست و شما را بیشتر کی یاری میرساند در این راه؟ از صنف چهارم است تا این جانب علی محمد مرادی، چون از خردی مرا نه تنها در راه شعر بلکه من در راه علم و اخلاق و ادب تربیت کردند. تا امروز نصیحت های خود را در گوش ما دائما گفته می ایستند که ما تا در زندگی گمراه نباشیم و شخصی باشیم کمی هم باشد در جمعیت منفیت خود را آورده باشیم. سلامت باشید. خوب، اینجا در کتاب شما همه شعرهای شما جایگیر است یا این است که پس از کتاب چاپ شدن باز هم شعری نوی گفته اید؟ انسان همین خیال است که چقدر که چیزی رو به دست آورد همانقدر عهده‌داری های زیاد بر دوش آن میشه، تلاش ها زیاد میشن. از خدا را شکر میگویم که بعدی ساحل خیال یک چند شعرها تا جای بهای خوب گرفتند، ایجاد شدند. خب مقصد من در این است که میخواستم بیرون از همین کتاب یک شعر بخونید، شعر نوی که مثلا اصلا با شعرهای در کتاب بوده مخلصان شما آشنا شدن و میخواستم شعر بخونید که تا این زمان دسترسی مخلصان نبود. تا الفبای صبر را آموختم، دهها ادب چوبی در دعا خوردم. شعر دیگر با نام دعا گویم: مرده عشقت را در باغ آرزوهایم گراندم، تا هر روز بینم و به ارواحش دعا کنم. بهترین است، سلامت باشید. خب شما وارث حقیقی ابن سینا هستید. سلامت باشید. زیرا هم شعر میگوید و هم در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تحصیل میکنید. به فکر شما علم طب با شعر و شاعری چه علاقمندی دارد؟ راستی به فکر من همچون یک متخصص آینده ساحه طب، طبیبی به شاعری علاقمندی خیلی زیاد دارند. این را علاقه بسیار گذشتگان ما خصوصا ولی سینا، رازی اینا اثبات کردند که اینها با یکدیگر خیلی توام هستند. با این معنی دانیلوسکی عالم روس میگوید وقتی که بیمار همراهی طبیب هم صحبت می شود خود را صحت حس نکند و طبیب نیست. یعنی از این گفته ها برمیآید که پیش از آنی که طبیبی خوب باشی باید سخندان اصیل شد. چون میگویند که اول دکتر را میباید که اول روح پیش از آنی که تن را توبت کند روح را توبت کند. البته چون ما میدانیم که
روح را البته با سخنهای زیبای تاجیکان میتوان تبابت کرد و در علم طب هم یک علم هست با نام دیانتولوژی، یعنی معاشرت بین دکتر و بیمار و خوشبختی و منفیت دکتران بیشتر در خوشمعاملگیشون به چشم میرسند، زیرا که 95% معین نمودن بیماری نیست در نتیجه معاشرت بیمار و دکتر به دست می آید. یعنی از این گفته ها برمی آید که چقدر که دکتر صنعتی سخنگویی زیبا و توانا داشته باشد، همون قدر می تواند که طبیب حاذق و وارث ارزنده سینا شده باشد. خوب، میان دوستان، اهل خانواده، میان همسبقان شما رو شاعر میگن یا طبیب؟ دوستایی که از کودکی و آوان مکتبی با من رشته دوستی دارن، چون من از آوان مکتبی شعر میگفتم، بسیاری ها نام مرا حتی نمیگیرند، شاعره میگویند. بسیاری ها شاید نامم فراموش میکنند یا که برای آنها خوشایند است مرا شاعره گفتند. بسیاری ها میگن چرا تو طبیب شدی، چرا تو طبیب شدی، باید که ساحه فیلولوژی رو انتخاب میکردی. شاید که من حالا متخصصی ساحه طب یعنی دانشگاه رو ختم نکردم، شاید بعدی یک دو یا 3-4 سال بعد مرا همچون طبیب نیست شناسند و طبیب نیست گویند. بله، ما به این امید کلام داریم، ولی استاد لایق میگویند که سواد شاعری مکتب ندارد، قلم پروای روز شب ندارد. خوب، شاعر میتواند به یگان مکتب مخصوص شاعر باشد. گلی بودم زیباد افترایی تو شکستم، دیگر جایم گلستان نیست، دیگر جایم کنار بوستان نیست، دیگر نوروز دامانم گلفشان نیست. ببین که خیش بشکستم، برای تو ز خود رستم، ز تو یک التجا دارم، بیا از کاسه عشق تو آبم ده و یا در کاسه عشق تو جایم ده، که من بشکستم، پژمردم، دل تشنم میمیرم، سزاوارم نمیدانی اگر میرم، شوم خاری دری دروازه وصلت، تا چشم شکسته بر خانه عشق تو نگاه نکند. امروز از طلوع خورشید استقلال دنیای اقبال ما تاجیکان واقعا روشن است و شکوه و منزلت استقلال در آینه ادبیات و صنعت عکس خود را یافته است. شما همچون یک ادیب جوان مفهوم استقلال را چگونه شرح می‌دهید؟ مفهوم استقلال را از همین صحبت ما و شما می‌بینیم. همین استقلال است که ما یک برای فرح و شادی یک دستورخوانی، یک صحنه معنوی خود را تا جای آراسته ما از راز دل همدیگر، از فکرها و اندیشه های همدیگر واقف میشویم. چون اگر استقلال نباشد کی ما میتوانیم چون این سخنها را گفته باشیم و از این منبرهای بلند با تماشابینان، با درد دل تماشابینان همدردی کرده باشیم. البته استقلالیت دوستی است، وحدت است، آزادی است، زیبایی است، عاشقی است، صمیمیت است، همه چیز خوشی هاست. کودک استقلالت را میهن بهار وحدت بزاده، شکفتن سرسبز بودن برایت ارثی است. خوب دلارامانو، چنانه که به همگان معلوم است عصر 21 را عصر علم و تکنیک عنوان دادند و مردم سیاره نسبت این روند توجه به اندازه دارند و حتی عنقریب از شعر و نثر فراموشی کردند. شما که زاده این عصر بزرگ هستید، دیده و دانسته چرا مسافر عالم شعر گردیدید؟ راستی فکر میکنم هر یک ایجادگر، هر یک شخصی که به شعر سر و کار دارد، خودش وقتی که وارد عالم شعر میگردد، دنیای شاعری میگردد، راستی خودش نمیداند که برای چی وای شعر میگوید. شاید اگر میدانست که وای برای چی شعر میگوید، همان را میگفت و بس میکرد. یعنی عشق شعر آنچنان در دل انسان همچنان آتش میگدازد که هر لحظه انسان چقدر که ایجاد کند همان قدر علنگه میگیرد و همان قدر طلباتش نسبت خود زیادتر میشود. به فکر من همچون یک جوان عصر 21 این خطا است. نباید از شعر، نباید از ادب، نباید از فرهنگ فراموش کرد. چون انسان فکر میکنم که انسانی که فرهنگ، انسانی که از شعر، یعنی چون میدونیم شعر معنای شعور رو دارد، یعنی فهمیش،
انسانی که فهمیش و فرهنگ بلند ندارد نمیتواند در جدایی موفق باشد. انسانیت را محض از موجودات دیگر تنها به واسطه همون فرهنگ و مدنیت و عقل و فراست و آدابش فرق میکند و این شعر و کتاب یگانه چیزی است که به واسطه آن انسان غذای معنوی میگیرد و روز تا روز یک آدمی سالمی دنیای معنوی میگردد. نباید از این فراموش کرد. شما با اطمینان کامل گفتن میتوانید آنهایی که مثلا بجز از یار و رفیق و بجز از استادان شعر بجز از نوقلمانی که با شما رابطه ایجاد دارند توجه به شعر زیاد داشته باشند؟ راستی من از اون محیطی دانشگاه تیوی سخن میگویم. نمیدونم از در آن محیطی که من زندگی دارم، در آن محیطی که من تحصیل دارم، بیشتر به جوانهای دچار میشوم که از شعر خوب آگاهی دارن. چون اونها طبیبی که از شعر آگاهی ندارد و طبیب موفق تا جای بودن نمیتواند به فکر من. و راستی به چشم میرسد اونایی که شعر رو نمیفهمند، اونا همان خوابالودهای هستند که فکر میکنم اونا خوابند و از لذت و مزه شعر هیچگاه نچشیدن، حتی تصور نمیکنند که دنیای شعر خیلی به طور میگویند سخت میسوزاند اما دلکش است. بسیار یک راحت و یک شیرینی و مزه مخصوصی خود را دارد که این را به گفتن نمیتوان. شاید نه هر کس احساس میکند این مزه و این شیرینی را. بله. و جامعه بزرگ نیز میگوید که در بلورین صدف چرخ کهن نیست والا گوهر بهزی سخن. شما رو همچون شاعره میشناسند که بیشتر با شعر سفید سر و کار دارید. سبب به شعر سفید به اصطلاح شعر مدرن توجه نمودن در چیست؟ آیا انعکاس موضوع در دایره شعر مدرن قلایتر است؟ باز البته ما میرویم به همون سیر پندهای علی محمد مرادی. آنها همه وقت در گوش من میگفتند دلارام سخن بسیار دان و اندک گو، یکی را 100 مگو، 100 را یکی گو. و چون شما گفتید که امروز از عصر 21 است، جوانان کمتر توجه میکنند به شعر و داستان ها، قصیده ها، البته که کم میرسند جوانایی که غزل یا که داستان ها از یاد کرده باشند. پس ما ایجادکاران رو مجبور میکند که شعری نوشته باشیم که بسیار معنی بلند، یعنی 100 مصرع را در یک مصرع جای کردن. این نه تنها بر دوش همین ایجادکاران همین رو واگذار میکند که آنها مصرعی گفته باشند که در آن 10 مصرع جا شده باشد، چون امروز به قول جوانان ما وقت ندارد که قصیده و داستان ها از یاد کنند. باید ما ایجادکاران مصرعی گفته باشیم یا دوبیتی گفته باشیم که در آن یک جهان معنی نهفته باشد. شعر مدرن به خاطر چی من شعر مدرن رو بیشتر دوست می‌دارم؟ هر یک شاعر دیدی خود را دارد. این شعر مدرن شعری است که میگن تای کاسه نیم کاسه است. شعری است که انسان وقتی که وی روی یکی میخواند هیچ چیز فهمیده نمیتوند. یعنی این شعر است که انسان را مجبور میکند که وی فکر کند که در این گپ چی نهان است. یعنی تا جای این را ورزش عقل هم گویه می شود. به خاطر اونی که به یک شعر مدرن رو تحلیل کردن انسان شاید بسیار چیزها را فکر کند و به همین طور مثلا فکرانی اون وسیع‌تر شود. خب سلامت باشید. اما برای من یک چیز رو دانستن بسیار عجیب است که مثلا شعرهایی که شما نوشتید بسیار کوتاه است. سرایندگان میتوانند از این استفاده برند؟ سرایندگان در دانشگاه ما یک دسته هنری با نام دسته شفا فعالیت میکند. امروز دانشگاه ما رو در سراسر جمهوری معرفی میکند. راستی در همون شعبه یک چند شعرها رو آهنگسازی کردن. اونا خیلی کردن. مثلا در اینجا شعر سفید شعر مدرن نوشتگیم، اما اونا یک به نزدیکی یک شعر پدر رو آهنگسازی کردن. بهار زندگیت را برای من خزان کرده، بهارم گلفشان کرده، گلستان امیدت را من اکنون سبز خواهم کرد. میخواستیم در موضوع مادر نیز چیزی بخونید. واقعا من وقتی که میخواهم همون شعری کودکی که در صنف 5 تحصیل میکردم و در روزی مادران با یک احساسات گریسته با مادر مهربانم خوانده باشم، میخواهم یک لحظه سیر همان لحظه های کودکی کنم و همون رو به تماشابینان عزیز قرائت کرده باشم.
ایا مادر برای من خدای تو خود سرچشمه مهر و وفایی. اگر در زندگی بیمار گردم و درد من چو داروی دوایی. ایا مادر دل داری چو دریا که باشد پرز گوهرهای والا. اسیر لطف احسان تو هستم سرم با تو بود هر جای بالا. خوشبخت از اونیم که به خاطر جوانان سعادتمند ملت پیشوای معظم کشور محترم امام علی رحمان سال 2017 را سال جوانان اعلان کردند. به اندیشه شما این اقدام چی منفعت دارد؟ راستی شاید من خوشبخت‌ترین جوانم. خوشبخت‌ترین جوان دوران استقلالیت هستم، زیرا که من با دستگیری جناب عالی در دانشگاه طبی تحصیل میکنم. تا جای در خوابگاه پرزیدنتی زندگی میکنم و گیرنده استیپندیای پرزیدنتی هستم. مبارک. و خوشبختی من در آن است که من نیز البته وقتی که در پیام جناب عالی سال 2017 سال جوانان اعلان گردید، من در آنجا اشتراک داشتم و به چشم خود دیدم و این را احساس کردم که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چقدر با یک باوری کامل، چقدر با یک مهر و محبت، با یک باوری به جوانان افتخار کردند و سال 2017 رو سال جوانان اعلان نمودند. پس ما جوانان رو چی می باید کرد؟ ما جوانان رو این یک عهده‌داری خیلی بلند رو بر دوش ما جوانان میگذارند که ما خود قوه اساسی جامعه و ملت و دولت حساب میشویم. کوشش کنیم که دانشگاه رو البته با بهای خوب و اعلی تحصیل کرده باشیم، چون یک شخصیت کوچک جمعیت امروزه کمی هم باشد برای پیشرفت و گلگل شکوفایی تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم. البته که جوانان از این مهر و محبت و از این باوری یک قوه به خود گرفته، فکر میکنم کمر همت خود را برای آبادانی این ملت و این دولت میبندند. تشکر زیاد. خب این سال جوانان است و شما یکی از آن جوانهای موفق در جاده ادب هستید و گمان میکنم در آینده در جاده طب نیز یکی از متخصصان موفق خواهید شد. در سال جوانان شاید شعر دارید در موضوع محبت، در موضوع جوانی، میخواستم تقدیم دوستداران ادبیات کرده باشید. فکر میکنم که انا همان مهر و محبت در ضمیر هر یک انسان است، اما بیشتر علنگه میگیرد البته در دل جوانان. بله. چون ما جوان هستیم بیشتر وصل میکنم انا همان باز عشق و محبت و صمیمیت را. و میخواهم پیشنهاد تماشابینان عزیز این مصرع ها را کرده باشم. تنیده در تن من تاریخ خسروها، نشان خنده سبزی بهاری را دیگر از من چی می جویی؟ بهاری رفتم دیگر نمی آیم. پس از من در زمین داغ حسرت ها تو هم از دانه های درد می روی. اندک اندک خیش را فهمیدم، هم کم و هم بیش را فهمیدم. آن قدرها با خودم شوریدم، فرق گرگ و میش را فهمیدم. عشق آمد به خودم کرد و برفت، بوتی کافرکش را فهمیدم. من که بردم ره به بزم زندگی، نوش را هم نیش را فهمیدم. جز محبت چیست حرف این دلم، اندک اندک خیش را فهمیدم. سلامت باشید. واقعا محبت یک قوه بزرگ دارد که انسان را از خود آگاه میکند. خب دلارام بانو، اینک عیان و ناعیان وقتی به برنامه جدا کرده ما به پایان میرسد. در پایان برنامه یک تمنیاتی برای جوانان در سال جوانان بکنید و باز هم میخواستیم با یک شعر زیبای شما برنامه ما به پایان برسد. گفتند که به پیر مرو که در بیمانی، هرچند سکندر زمانی. البته مینداری خود را به پدری بزرگوارم، مادر مهربانم که سرچشمه همه بردباری های من هستند. به شرافت آنها، به مهربانی آنها، به عشق و صمیمیت و برکت آنها من امروز از این منبر بلند به آنها مینداری میگویم. بگذار که همه وقت چون خورشید تابان بالای سر ما فرزندان نورپاش باشند، زیرا محض با دعا و با بودن آنها زندگی ما پرنور است. و باید فراموش نکنیم که امروز ملت
نگاه دارد که ما جوانان برای این ملت و این دولت چی کاری کرده میتوانیم. پس به همه جوانان موفقیت، برار، تنصیحاتی، کامگاری آرزومندم. ای وطن، بر آسمانی بی غبارت عاشقم، بر بهار فیضباری مشکبارت عاشقم. ای وطن باشد بهارت فیضبار و بی خزان، بر بهار فیضباری مشکبارت عاشقم. مردمی باننگ و آرت کامگار و سرفراز، راستی بر مردمان کامگارت عاشقم. هر کنارت سبز و خورم چون گلستان در بهار، سبز و خورم گشتم بر هر کنارت عاشقم. سرفرازی های ما از دست حامی وطن، ای وطن بر حامیان ننگدارت عاشقم. هم به ختلان و بدخشان و برشت دلکشت، هم به سغد و بر حصار زرنسارت عاشقم. سلامت باشید. با امید اون که همیشه عاشق این وطن بهشت‌آسا باشید. اینجا صحبت خود را به پایان میرسانیم و برای اشتراکتان در برنامه ادیب و استقلال از شما سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، مهمان نوبتی برنامه ادیب و استقلال بودند ادیبه صاحب استعداد دلارام چاری‌یوا. اگر نتوان شب تیره را روشن کرد، میتوان چراغ خانه را افروخت. اگر دنیا یکسره خرم نیست، میتوان مسکن خود را گلزار ساخت. اگر به درد همه نتوانیم رسید، میتوان دل را به دست آورد. این پایان برنامه ادیب و استقلال است. تا دیدار دیگر، سعادتمند و خوشروزگار باشید.